مامانم به هم گفت آبده و خواست که حرفی بزنه. جلو رفتم و گفتم آبد فردا حرف میزنیم، میخوام بخوابم. مچ دستم رو گرفت و گفت منم. سالار بود. عقب رفتم و اومد تو. خواستم برق رو روشن کنم. درست همو نمیدیدیم که مانع شد و در رو بست و گفت نمیخوام تو روشنایی ببینمت. میترسم که نتونم حرفمو بزنم. لبخند زدم و گفتم مستی سالار؟ خندید و گفت من اصلا تو عمرم هیچ وقت مست نشدم. همیشه به اندازه خوردم تا از حال خودم خارج نشم. اما چشمای تو منو تونست مست کنه. دستمو که گرفتی سر میز شام انگار به قلبم چنگ میزدی دختر. مدت هاست دارم تنهایی به دوش میکشم و میخوام امروز بهت بگمش. سلام دوستای عزیز و مهربونم. با قسمت 6 سرگذشت گلفام مهمون خونه هاتون هستم. اگر تا اینجای این داستان رو خوشتون اومده پس سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدیدی که توی کانال منتشر میشه با خبر بشید. و حالا ادامه داستان. من نفهمیدم کی بود که نتونستم کنار بذارمت. همیشه فکر میکردم تا آخر عمرم مجرد میمونم، اما انگار به قول ماهی عشق حساب و کتابی نداره. سالار یه لبخند زد و ادامه داد تا کجا قراره با هم باشی نمیدونم، اما همین که امشب و بدونی چقدر دوست دارم برام کافیه. همین که خورشید فردا با عشق من به تو طلوع کنه برام کفایت میکنه. تو از یه رنگ و بوی دیگه‌ای برای من. هر چقدر جلو میرم بیشتر توی تو غرق میشم. من متعجب نگاش میکردم. دستشو جلو آورد و موهای کنار صورتمو تو دستش گرفت. جلو برد و بویید و گفت یه چیزی بگو گلفام. دهنش بوی مشروبی که خورده بود و میداد. دستشو فشردم و گفتم برو تو اتاقت بخواب سالار، تو مستی. چشماشو به زور باز نگه داشت و گفت مستی و راستی که میگن همینه. گفتم داری هزیون میگی. خودشو روم ولو کرد و سنگینیشو روم انداخت. کشون رسوندمش به تشک و روش افتاد و گفت من مستم، تو که نیستی. خب تو بگو منو دوست داری یا نه. دستمو محکم گرفته بود. آخه مگه میشد دوستش نداشته باشم؟ مگه میتونستم؟ لحاف روش انداختم و گفتم آخه جنبشو نداری، تو چرا میخوری؟ من موندم شما مردا توش چی دیدین که اینو همیشه میخورین؟ تو چشمام خیره شد و گفت تو تنها واقعیت زندگیمی. تو مستی، تو واقعیت، همیشه میخوامت. چقدر قشنگ بود. اون داشت اعتراف میکرد و چه لذت قشنگی پشت حرفاش بود. دستمو کنار صورتش گذاشتم و گفتم بخواب سالار. صبح اگه بدونی شبش چیا به زبون آوردی زبون خودتو از ته میبری. دستمو کشید و گفت تو هم پیشم بخواب. میخواستم به عقب برم که مانع شد و دستمو به سینش فشرد و چشماشو بست. محکم دستمو گرفته بود. زیر لب هنوز داشت حرف میزد. اونی که میگفت هیچ وقت مست نمیشه حالا از مستی زده بود به سرش. چقدر خیالم راحت بود، چقدر خوشبخت بودم. وقتی اونو از زبون سالار شنیده بودم چقدر احساس خوشبختی میکردم. چشماش بسته بود و دیگه حرف هم نمیزد. سرم رو بالش کنارش گذاشتم و گفتم تو هم برای من همه چیزی. اونقدر که تو رو دوست دارم خودم رو دوست ندارم. چقدر بوسیدنش مزه میداد. 1000 بار تا خوابم ببره موهاشو بوسیدم و خوابیدم. اون شب بهترین شبی بود که داشتم. چشمامو که باز کردم چی بهتر و قشنگتر از این که صورت سالار رو کنارم ببینم که خوابیده. امیر سالار غرق خواب بود. گاهی یه خور و پف میکرد و من از اون که سیبیل و ریش در آورده بود خوشم میومد. آروم بینیمو به بینیش زدم و گفتم بیشتر از جونم دوست دارم. لباسامو برداشتم و رفتم بیرون عوض کردم. بعد صبحانه قرار بود راه بیفتیم و بریم. ناصرخان رو دیدم که کله سحر رفت بیرون. پاورچین به اتاق سمیرا رفتم. روی تخت طلایی قشنگش خواب بود.
پسراش یکی این ورش و یکی هم اون ورش خوابیده بودن. روی تخت نشستم. به نرمی پر قو بود. موامو رو صورت سمیرا ریختم و همونجوری که قلقلکش میدادم چشاشو باز کرد. انقدر خوشحال بودم که همونجور بغلش گرفتم. منو کنار زد و گفت خواب دیدی گلفام اول صبحی؟ چند بار بوسیدمش و آروم تو گوشش گفتم دیشب سالار اعتراف کرد. اون مرد مغرور جلوی من اعتراف کرد. اونم مثل من شیدا و شیفته من شده. سمیرا چشاشو مالید و گفت مبارکه، شما دوتا آخریا خوب پسرموها رو تور کردینا. تو جا نشست، با محبت نگاهم کرد و گفت مبارکت باشه این عاشقی، مبارکت باشه خواهر قشنگم. انگشتم رو لبش گذاشتم و گفتم بین خودمون بمونه باشه؟ گفت چرا، مگه میترسی؟ گفتم نه، میخوام یهو همه بفهمن. بینیمو کشید و به ساعت نگاه کرد و گفت زود جمع جور کن بریم. چشمامو باز و بسته کردم و گفتم من میرم بیدارش کنم. سمیرا با خنده گفت کیو؟ گفتم خان بزرگو میگم دیگه. گفت مزاحمش نشو. گفتم بابا اون مزاحم من شده، اون تو اتاق من اومده خوابیده. سمیرا دهنش باز موند. گفتم بابا مست بود، خوابید، منم بیدارش نکردم. دنیا رو ببین، تا آخر عمر سوژه دارم برای اذیت کردنش. گفت گناه داره گلی، اذیتش نکن، باورم نمیشه، بعداً برام تعریف کن، بگو چیا بهت گفته. گفتم حتما میگم. برگشتم تو اتاقم، آروم در رو باز کردم و رفتم داخل. چشماش باز بود، به در خیره بود. یه لبخندی زدم و گفتم صبح بخیر خان عاشق. چشماشو ریز کرد، نگاهم کرد و گفت قبل اومدن در بزن. خب شاید لباس تنم نبود. رفتم داخل و گفتم اینجا اتاق منه آقا، به در و دیوار نگاه کن. یکم این ور اون ور رو نگاه کرد و یهو از جاش پرید. رفتم داخل، در رو بستم و گفتم ترسیدی؟ بهت نمیاد ترسو باشی؟ دیشب که خیلی شجاع بودی و شجاعت داشتی. همینجوری به هم خیره مونده بود که ازش پرسیدم آدما وقتی مستن چیزی یادشون نمیمونه؟ آروم گفت نه، نمیدونم، من اصلا تا حالا مست نبودم. گفتم پس دیشب من بودم که از مستی سر پا نمیتونستم وایسم؟ حرفای دیشبتم که حتما یادت نمیاد. سالار فقط نگاهم کرد و گفتم تا آخر عمرتم التماسم کنی کمه که حرفاتو به کسی نگم. خندم گرفته بود و گفتم بهت نمیاد اونطوری ابراز علاقه کنی؟ انگار یه نفر دیگه روبروم نشسته بود، یه مردی که تمام عمرشو صرف عاشق شدنم کرده بود. موهامو به عمد تکون دادم و دورم ریخت. گفتم عطرشونو بو میکشیدی، همینجام خوابت برد. دستمو چنان به سیرت فشرده بودی نفس نمیتونستی بکشی. با تعجب به من نگاه کرد و ازم پرسید من گفتم اینا رو؟ گفتم دقیقاً، با خیلی چیز دیگه. لباساتو برو تو اتاقت عوض کن، پایین برای صبحونه منتظرتم. به طرف در میرفتم و ریز ریز میخندیدم. به قیافش که حسابی هنگیده بود و شوکه شده بود نگاه میکردم. یهو گفت من مست بودم، تو چرا بوسم میکردی؟ تو چرا بیشتر از جونت دوستم داری؟ پام به زمین چسبید. یعنی چی؟ اون مگه مست نبود؟ به طرفش چرخیدم. دست به سینه ایستاده بود. ابروشو بالا برد و گفت چیه؟ چی شده؟ من تو عمرم مست نشدم، شاید ادای مستا رو در آوردم، تو چرا باور کردی؟ همونطور خیره بهش مونده بودم. این بار اون خندید و گفت مستقیم رفتی تو دلم. دستشو به قلبش زد و گفت جات اینجاست، نمیذارم ازش بیای بیرون. دستشو برام باز کرد و گفت قشنگترین صبحی که تجربه کردم و قشنگترین شبی که گذروندم دیشب بود. عطر نفسای زنی رو حس می کردم که عاشقشم و اونم عاشقمه. اشک از گوشه چشم چکید و سرمو انداختم پایین و از خجالت داشتم سرخ می شدم. اون روزا خیلی خیلی خاص بود.
سالار تو چشام نگاه کرد و گفت چشمات با آدم حرف میزنه. دستام بین دستش بود و گفتم چی بهت میگه؟ گفت میگه تو قشنگترین دختر روی زمینی. تو تنها دختری هستی که تونستی وارد زندگی و قلب من بشی. به هم گفت تو قشنگترین دختری هستی که تا به حال دیدم. تو تنها دختری هستی که تونستی وارد زندگی و قلب من بشی. گفتم خانه بزرگ، چقدر پشت اون همه اخماش محبت بوده و من نمیدونستم و رو نمی‌کرده. زندگی من انگار از روزی که پدرم رو از دست دادم شروع شد. درست از روزی که یه آدم بد اخلاقی مثل تو اومد تو خونمون، پا گذاشت تو خونه ما. یه لبخندی زد و گفت قسمت قشنگی هستی برای من. با هم رفتیم پایین و یواشکی همو نگاه میکردیم. قرارمون این بود که تا بعد عروسی ماهی به کسی نگیم. سمیرا زیرکی نگاه میکرد و میخندید. اون تنها کسی بود که از راز دلمون خبر داشت. صبحونه رو خورده بودیم و برای رفتن آماده شدیم. تو آینه موهامو میبستم. انگار قلبم سبک شده بود و نفس کشیدن برام قشنگتر شده بود. عابد با یه ضربه‌ای به در اومد داخل. دستاش پشتش بود. اون روز بهترین اخلاق رو داشتم. به روش یه لبخندی زدم و گفتم اگه 40 پدرم نبود حتما بیشتر میموندم. از خنده من خندید و گفت وقتی میخندی تمام غمای دنیا مثل یخ آب میشن. دستش رو جلو آورد و یه شاخه گل به طرفم گرفت و گفت خودت گلی، گلفامی، ولی خواستم قبل رفتن اینو تقدیمت کنم. نمیدونم چرا سمیرا تا حالا بهت نگفته. حرفشو خورد و با تعجب گفتم چی رو نگفته؟ گل رو جلو آورد و گفت اول اینو قبول کن. از دستش گرفتم و گفت شاید نخواسته ناراحتت کنه. ما داریم از ایران میریم پیش مادرم. سمیرا و بچه ها و برادرم هم میان. قراره یه چند سالی اونجا بمونیم. با چشمای گرد شده بهش خیره موندم و گفتم چرا به هم نگفته؟ گفت حتما نخواسته ناراحت بشی. دوست داشتم تو هم با همون بیای. چرا با من سخت گیری؟ چرا زمان نمیخوای که منو بشناسی؟ من آدم بدی نیستم. گذشتم پر از دختر بوده، رنگ و رنگ، پر از دخترای خوشگل، ولی تو یه جوری هستی، با همشون فرق داری. خنده هات از ته دله و چشمات یه جوری دل میبره. خندیدم و گفتم چشام باهات حرف میزنه؟ بینیشو جمع کرد و گفت به هم فکر کن. یه تصمیم جدی. اگه خواستم برم میتونم از ته دل تو رو با خودم ببرم. از ته دلم اینو میخوام. اصلا یه سفر بیا، چی میشه؟ هم تفریحه، هم بیشتر منو میشناسی. میفهمی که چقدر دوستت دارم. من برات بلیط گرفتم. تا رفتنمون خیلی هم نمونده. فکراتو بکن. حتی اگه جوابت منفی بود یه سفر با همون بیا. بذار یه خاطره ازت داشته باشم. من با خاطراتی که حتی ازت ندارم هم حاضرم زندگی کنم. یه اخ میکردم و گفتم من کجا، عابد خان کجا؟ آدم ها همه چیزشون برعکسه. یکی نمیفهمه و یکی میفهمه و عقب میره. کاش میشد بیام ولی نمیتونم. پاهام بسته نیست اما قلبم بسته است. لبخند رو لباش ماسید و گفت عاشق امیر سالار شدی؟ بهش خیره موندم. اشک رو تو چشماش دیدم و گفت اون کجا و تو کجا؟ گفتم مگه آخه دل قانون سرش میشه؟ گفت پس حدسم درست بود. آدم کورم نگاهاتو بهش میفهمه. اون اخلاق نداره. اون پیرت میکنه. اون به ماه نکشیده پژمردت میکنه. تو مگه میتونی با اون کنار بیای؟ زندگی به همین راحتی ها نیست. باید در و تخته با هم جور باشن. تو دلت زنده است. اون حتی دلش هم مرده. از زمین و آسمون سلام میخواد. چه برسه به احترام. سرمو تکون دادم و گفتم اگه یه روزی دیدمت بهت میگم که چقدر دلم کنارش خوشه. دستمو جلو بردم و عابد پشتشو مثل همیشه بوسید و گفت به خدا میسپارمت.
خواست دستشو طرف صورتم بیاره که عقب کشیدم و گفتم منم به خدا میسپارمت. با عجله از کنارش گذشتم. تو حیاط بودن و آماده رفتن. سمیرا پسرای شیطونشو سوار ماشینش کرد و گفت کاش یه ماشین بودیم کنار هم. ناصر خان خودش چمدون رو داخل صندوق گذاشت و گفت نمیشه که، برمیگردیم ماشین میخوایم. سالار یه نگاهی به هم کرد و چشمش که به گل افتاد با چشماش اشاره کرد که برای اون آوردم. چیزی نگفتم و خواستم سوار ماشین بشم که چرخیدم و عابد و پشت پنجره اتاقم دیدم. به هم خیره بود. به روش لبخند زدم. به امید آخرین دیدارمون. سوار ماشین شدم. راهی شدیم. سالار نگاهم کرد و گفت برام گل آوردی؟ اصولا مردا خواستگاری میکنن و گل میارن. من نمیدونستم انقدر عاشقمی. خندم گرفت و گفتم باید 10 بار خواستگاری کنی تا بهت جواب مثبت بدم. یه نگاهی بهم کرد و گفت پس الان اولین بارشو میکنم. گلی خانم حاضری ما بقیه عمرت رو با من زندگی کنی؟ یه سقف مشترک داشته باشیم؟ ابرامو بالا بردم و گفتم فعلا برای جواب دادن زوده، تا 6 بار دیگه باقی مونده. تا امارت انقدر خندیدیم که تو عمرم اصلا اونطور نخندیده بودم. از رفتن سمیرا دلم میگرفت و ناراحت بودم. کاش نمیرفت. اون خیلی برام عزیز بود. فکر این که قرار بود ازم دور باشه ناراحتم میکرد. به محض رسیدن من دیگه سالار رو ندیدم. تدارکات رو خودش شخصا انجام میداد. همش استرس داشتم که کسی بهش آسیب نزنه. انگار مادرش شده بودم و میخواستم از بچم حفاظت کنم. خواهرامم تک تک می اومدن و همه دیگه به نبود بابا عادت کرده بودن. این رسم خاک به قدری سرده که همه فراموش میکنن. مادر بچه‌شو، بچه مادرشو. مراسم 40 بابا بی‌نظیر بود و همشو مدیون سالار بودیم. سر خاکش که حالا سنگ سفیدی روش گرفته شده بود، به قدری گریه کرده بودیم که صداهامون در نمی اومد. میگفتن دختره که موقع مرگ پدر و مادر به درد میخوره که براش گریه کنن. چه افکار بدی بود و هنوزم هست. هنوزم بی‌لیاقتی بیداد میکنه. عصر 40 بابا بارون سنگینی شروع به باریدن کرد. انگار آسمون خدا پاره شده بود. از پشت پنجره ها بیرون رو نگاه میکردیم و خواهرام عجله داشتن که برگردن خونه هاشون. هممون جمع بودیم. سمیرا روبروی هممون نشست و گفت با همتون حرف دارم. من که میدونستم میخواد بره و میخواد خداحافظی کنه. به تک تکمون نگاه کرد و گفت همتون خونه و زندگی خودتونو دارین. ماهی هم که فردا پس فردا میره مشهد. گلفام هم که میدونم خودش خوب میتونه مراقب خودش باشه. ما داریم از ایران میریم. میخوایم یه چند سالی رو کنار مادر ناصرخان زندگی کنیم. میخوایم فرانسه بمونیم. همه تعجب کردن از حرف سمیرا، ولی من که میدونستم با یه لبخندی گفتم فکر دلتنگی ماها نیستی؟ یه لبخند زد و گفت 40 روز گذشته و امروز خواهرامو دیدم. چه دلتنگی وقتی هر کدوم یه سمتیم. دوست داشتم تو هم با من می اومدی، ولی من میدونم نمیای. چشمامون با هم حرف میزد و میدونستیم که من دلباخته شدم و دست خودم نیست. رباب اومد داخل و گفت خانزاده اومدن. با تعجب نگاه کردم. امیر سالار اومد داخل و رو به سمیرا گفت تموم شد با اجازت. سمیرا رو به همون برگشت نگاه کرد و گفت ما که برادر نداریم. من از امیر خواستم اموال پدرم رو بینمون تقسیم کنه و همین کارم انجام شد. خونه که مال ما نبود، ولی باز پولش تقسیم شد بینمون. هر چی داشت به طور مساوی بینمون تقسیم شده. سالار به رباب یه اشاره کرد و رباب جلوی هر کدوممون یه بسته گذاشت. ارثیه پدرمون رو به همون داده بودن. سمیرا نفس عمیقی کشید و گفت نمیخوام دینی به گردنم باشه. هر کسی میتونه سهم خودشو هر کاری دوست داره بکنه. سالار بیرون میرفت که گفتم خانه بزرگ ممنون، شما رو هم به زحمت انداختیم. دستشو بالا آورد و گفت وظایف خانها رسیدگی به اموره.
سمیرا چشاشو ریز کرد بهم و هر دوتامون لبخند زدیم و بقیه فکر میکردن که دیوونه شدیم. خواهرام راهی رفتن شدن و فقط سمیرا مونده بود. حاجی خلیل ازش خواست تا عقد ماهی بمونه و بعدش بره. اونا هنوز خیلی فرصت داشتن. ناصر خانم قبول کرد. آخرای شب بود. همه خوابیده بودن و هر کاری که کردم خوابم نبرد. به طرف کسی که دلیل بیخوابیم بود رفتم. رو پله ها بودم که دیدم داره میاد پایین. با دیدنم شوکه شد و گفت پس من تنها نیستم که نتونستم بخوابم. سرمو خم کردم و گفتم ببین چی به روزم آوردی، خواب به چشام حروم شده. دستشو جلو آورد، دور کمرم پیچید و کامل منو جلو کشید و گفت تو چی به سر من آوردی که تا میبینمت دستم میلرزه. صدای قلبشم حس میکردم. انقدر بهش نزدیک بودم که نفساش به صورتم میخورد و گفتم دست لرزیدنت به خاطر پیری زودرس خان، گردن من ننداز. پیشونیشو به هم چسبوند و گفت خودمم نمیتونم بشناسم. اصلا انگار یه آدم دیگه شدم. انگار تازه متولد شدم. چشمامو ریز کردم و گفتم نکنه الان بچه کوچولویی؟ بی هوا لپمو بین دندوناش گرفت و گفت من دیوونه این زبونتم. سرمو روی شونش گذاشتم و گفتم میخوام چشمامو ببندم و به تو فکر کنم، به این که چجوری قراره پیر بشم باهات. یه نفس عمیق کشید و گفت مگه من با تو پیر میشم؟ هر روزی که کنار تو بگذره من جوونتر میشم. گفتم همچین چیزی بودم و خودم خبر نداشتم؟ چی قراره بشه؟ چه برنامه‌ای برامون داری خانه بزرگ؟ دستمو گرفت و همونطور که بالا میرفتیم گفت برنامه‌ای ندارم، فقط میخوام هر وقت گفتی به بقیه بگم که این دختر شده تمام عمر و جون من. بین حرفش پریدم و گفتم من که هنوز بله ندادم. خندید و گفت گلی خانوم برای بار دوم ازت خواستگاری میکنم. قبول میکنی؟ تمام دارایی مال تو، تمام زندگی من مال تو، جونم بهت میدم. با مشت به قلبش زد و گفت تا زمانی که بتپه عاشقت میمونم، تا زمانی که نفس بکشم. قلبم درد گرفت. اشکام از بس ریخته بود، لباسم خیس شده بود. به قاب عکس شیرین روی میز نگاه کردم. اون تنها خوشی من بود تو این دنیا. تو آینه به خودم نگاه کردم. صورتی که همیشه خندون بود حالا سالها بود رنگ خنده ندیده بود. نفس عمیقی کشیدم. قفسه سینم به سنگینی اون خونه شده بود. خونه بزرگ 1000 متری تک و تنها نشسته بودم و منتظر شیرینم بودم که خواب بود. صبحونه رو خودم آماده کردم و زنگ زدم، راننده ماشین برامون نون آورد. یهو دستای شیرین دور گردنم حلقه شد و گفت چرا بیدارم نکردی؟ سرشو بوسیدم و گفتم نخواستم روز عقدت خسته باشی، گفتم حسابی بخوابی و سرحال باشی. گفت زنگ بزنم عارف نون بگیره بیاره؟ با خنده گفتم از الان میخوای از شوهرت کار بکشی؟ نه مادر جون، زنگ زدم نون میارن. بابات دیگه باید تا الان ایران باشه. تعجب میکنم که هنوز زنگ نزده. شیرین روبروم صندلی رو عقب کشید و روش نشست و گفت مامان هنوز با هم حرف نزدی. به هم قول دادی که بعد عقدم همه چیزو به هم بگی. هر چیزی که این همه سال ازم مخفی کردی رو. اتاق سوا از بابام، دعواهاتون. چرا مامان؟ چرا این همه سال تحمل کردی؟ اصلا چی رو تحمل کردی؟ به صندلی تکیه کردم و گفتم دردی که من کشیدم با گذشت زمانم آرومم نکرد. روزایی که تو جوونی داشتم هیچ وقت بر نمیگرده. سالار، امیر سالار، مردی که گره زندگی منه. اون مردی که هنوزم داره تو وجودم زندگی میکنه. شیرین با چشای گرد شده به هم خیره شد و گفت همون امیر سالار که اون روزی من دیدمش برادر شوهر خاله ماهیه؟ گفتم پسرعموم، آره، خان بزرگ. اون امیر سالار، همونی که نگاهاشم ترسناکه، همونی که همه ازش وحشت دارن، از سایش میترسن. قبل انقلاب خان بود، هنوزم هست.
میبینی هنوزم پرقدرت و پر از غروره. بغضم ترکید و گفتم دلم لک زده برای دیدن دوبارش. تنها آرزوم اینه یه بار دیگه ببینمش و بمیرم. گفتم مامان از اول بگو، ادامهشو بگو، چرا چی شد که همه چیز از هم پاشید؟ اون انگشتر تو دستت که همیشه بابا باهات سرش دعوا داشت برای اونه؟ گفتم شیرین حتی اسم تو رو هم از رو سلیقه اون گذاشتم. تو دختر عابدی ولی تو تنها آدم زندگی منی. هم دخترمی هم دوستمی. درد رو قلبم داره خفم میکنه. ماهاست برگشتم ایران و جرئت نکردم برم ببینمش. خب چرا مامان؟ چرا میترسی؟ چرا ازش فرار میکنی؟ گفتم میترسم. خجالت میکشم تو صورتش نگاه کنم. میترسم ببینمش و نتونم جلوی خودم رو بگیرم و بغلش نکنم. نتونم عطر تنش رو بو نکشم. نتونم از کنارش بگذرم. اون برای من بود. اون مردی بود که عاشقانه همو نگاه میکردیم. برای روزای پیش رومون نقشه میکشیدیم. بساط عقد ماهی بود. زنمو از سمیرا اجازه گرفت و آرایشگر آورد خونه. تو اتاق دخترها با دایره میزدن و میرقصیدن و بند روی صورت ماهی مینداختن. با هر بندی که میزدن یه قطره اشک میریخت. انگار طاقت نداشت. ابروهاشو نازک کردن و صورتش از روشنی برق میزد. مگه اون همه زیبایی یه جا جمع میشد؟ همه میگفتن خیلی شبیه مادر خدا بیامرزمون شده. براش چادر بریدن و روی سرش نقل و نبات میریختن. مادر جون جلو رفت و یکی از گردنبنداشو به گردنش انداخت و گفت خوش قدم باشی. وقتی برگشت کنارم نشست آروم گفتم حتما آرزو کردی که فقط براتون پسر بزاد. مادر جون با اخم نگاهم کرد و گفت از خدا میخوام که فقط تو پسر بیاری. اصل کار پسرای تو هستن برامون. ابرومو بالا دادم و گفتم بچه های من چه دخلی به شما داره؟ دستشو پشتم گذاشت و گفت اگه تا 2 سالگی زیر سینه مادرش بزرگ شد ولی بعدش من بزرگش کردم. اون حرف نمیزنه ولی من کور که نیستم. اونو من بزرگ کردم. با تعجب ازش پرسیدم کیو میگین؟ گفت همونی که دل باخته چشای تو شده. رباب با یه سینی پر از طلا و پول اومد داخل و گفت یه لحظه آروم باشین. دایره زن دست نگه داشت و رباب به طرفم اومد و گفت از طرف ارباب آوردم. خانزاده خواستن ازتون خواستگاری کنم. همه کل کشیدن و میخندیدن. مادر سالار لبخند زد و گفت سالار خواسته؟ مطمئنی امیرخان خواسته؟ مادر جون به پهلوم زد و گفت این همون چیزیه که من میبینم. این گیسا رو تو آسیاب سفید نکردم که. هر تارش یه روز تجربه بوده. نگاهی به داخل سینی کردم و گفتم 3 باره. برو به اربابت بگو هنوز 7 بار نشده که جواب بدم. دوباره همه کل کشیدن. رباب خندید و گفت هر دختری آرزوش اینه که خان نگاهش کنه خانوم. شما پس میفرستی این پیشکشی رو؟ با دستی سینی رو عقب زدم و گفتم بهش بگو هنوز زوده برای جواب گرفتن. رباب که رفت دورم نشستن و تک تک 1000 تا سوال میپرسیدن. ماهی همه رو کنار زد. روبروم رسید و گفت گوشام اشتباه شنید یا چشمام اشتباه دید؟ خواستگاری؟ خب چرا قبول نکردی؟ تعجب نگاه بقیه و قندی که تو دل خودم آب میشد حس غرور میکردم که اونجور خان بزرگ جلوی همه برام پیشکش فرستاده بود. مادر جون نگاه هم کرد و گفت قسمت همینه. دختر و پسر باید از دیار هم باشن و از رسم هم. یکی زده رو دست اون یکی. تو فکر کردی امیر برای من غریبه است که نتونم بفهمم؟ همون روزای اول تو نگاه کردناش، تو صدا زدناش حس کردم. درستم حس کرده بودم. چون آخرش شد این. حالا چرا جواب منفی دادی؟ رو بهش گفتم جواب منفی ندادم. فقط جواب ندادم. باید 7 بار ازم خواستگاری کنه تا قبول کنم. زنمو با اخم نگاهم کرد و گفت این چندمی بود؟ خندیدم و گفتم نگاه های مادر شوهره. 3 بود. هنوز تا 7 خیلی مونده.
مثل برق و باد همه جا پیچید و همه فهمیدن که امیر سالار دلباخته دخترعموش شده. خواهرش که اومده بودن دورم کردن و میگفتن زودتر جواب بدم، اما من قرار نبود قبل 7 بار جواب بدم. هرچند خود امیر میدونست که جواب من مثبته و من فقط دارم اذیتش میکنم. ماهی چادر رو از رو سرش زمین انداخت و گفت چه خبرایی بوده و ما بی خبر بودیم. سمیرا بازم با درایتش گفت من خبر داشتم. گلی بدون اجازه من کاری انجام نمیده. چقدر قوت قلب بود برام بودنش و حس کردنش. همه جا حرف ما شده بود. سر سفره شام روم نمیشد برم. ماهی از بس سوال پرسیده بود سردرد گرفته بودم. سمیرا از من بیشتر خسته شد و آخر سرش داد زد بس کن ماهی، دهنت کف نکرد. ماهی لپمو کشید و گفت چطوری تونستی عاشقش کنی؟ اون اصلا به کسی رو نمیده. ابرومو بالا بردم و گفتم دیگه پیش کسی نگی یا اون دنبال من بود و منو عاشق خودش کرد. اولا. دوما من کم کسی نیستم که نخواد بهم رو بده. یادت نره من قرار بود عوضش بمیرم. گفت آره همون موقع بود که عاشقت شده بود به روی خودش نیاورد. چطور داد و بیداد میکرد یادم اومد. سمیرا یادت چی کار میکرد؟ کم مونده بود دکتر رو بزنه وقتی گفت سم خوردی. لبخندی زد و ادامه داد و گفت قصه میخوردم اگه تو بری. آبجی سمیرا بره خب من چطور بمونم؟ ولی حالا خیالم راحته که تا ابد پیش همیم. قرار خانوم خام بشی. کم زور میگفتی حالا بیشتر. رو به سمیرا گفتم لباسام مناسبه به نظرت؟ سمیرا براندازم کرد و گفت تو همیشه عالی هستی، خوشپوش و خوش اخلاق. تو از اولم تک بودی، دختر خوشگل منی. لباس سفید عروسی که بپوشی چقدر خوشگل میخوای بشی آخه. ناصرخان سرشو داخل آورد و گفت امارت رو به هم ریختی و اینجا به فکر لباسی؟ خجالت کشیدم و گفت خجالت نکش. همه دیگه فهمیدن 7 بار قرار خان ازت خواستگاری کنه. 100 نسل بعد خودتونم ازتون به عنوان 7 بار خواستگاری یاد میخوام بکنن. ما که گرسنه ایم، شما چی؟ بریم برای شام بالا؟ سمیرا دستمو گرفت و گفت بریم. امارت که هیچ شهر رو به هم ریخته. خدمتکارا با دیدنم میخندیدن و همه شنیده بودن. دیگه کسی نبود که ندونه سالارخانشون قرار ازدواج کنه. وارد اتاق غذاخوری که شدیم حاجی خلیل با دیدنم گفت خون خودمی، درست و حساب شده، از همون اول پاتو محکم گذاشتی. شما رو راهی امام رضا میکنم. بهت قول دادم زنی که عاشقش شدی رو برات بگیرم و به قولم هم عمل میکنم. مهمونی بزرگ نمیتونم به خاطر عمو برات بگیرم، اما قول میدم جبران میکنم. بهترین اتاقا رو براتون کنار میذارم با کلی خوشبختی. مادر جون به صورت سمیرا که حالا اصلاح کرده بود و از عزا در اومده بود نگاه کرد و گفت خدا بیامرزه پسرم و کاش بود، کاش میدید. با شب بخیر همه تک تک رفتن و برقا طبق هر شب خاموش شد. پرنده نباید بعد تاریکی پر میزد. قوانین امیر سالار خیلی خاص و سخت بود. برای رفتن به توالت میرفتم که یکی دستمو کشید و منو پشت دیوار برد. بدنم یخ کرده بود. حسابی ترسیده بودم. دستاش روی دهنم بود و تو اون تاریکی زهره به تنم انداخت. قلبم تون تون میزد و صدای آرومی که تو گوشم گفت میترسی از من یا من باید ازت بترسم؟ آروم دستشو پایین آورد. امیر سالار بود. به طرفش چرخیدم و گفتم بابا داشتم سکته میکردم، زهره ترک شدم. موهامو پشت گوشم زد و گفت چرا همش میبندیشون؟ باز بذارشون، بیشتر بهت میاد. دستشو پشت سرم برد و سنجاق موهامو بیرون کشید و گفت گلفام خانوم با من ازدواج میکنی؟ تو چشمام خیره شد و ابرومو بالا دادم و گفتم شد 4 بار، هنوز مونده خانه بزرگ. خندید و دستمو رو دهنش گذاشتم و گفتم همه دارن در مورد ما حرف میزنن. میخوای به همون 1000 تا وصله بزنن؟ همه حواسشون دنبال ماست. نوک انگشتمو بوسید و گفت
چقدر برام شیرینی که حرف هیچ کس برام مهم نیست. الکی الکی شد 4 بار و داری واقعا مجبورم میکنی 7 بار ازت خواستگاری کنم. یه صدایی از پشت سرمون گفت 5مین بارشو من خواستگاری میکنم. گلی خانم عروس من میشی؟ صدای عموم بود. از خجالت 1000 رنگ شدم و سالار با اون همه ابهتش آب دهنشو به زور قورت میداد. عمو سر شبی نبود و تازه برگشته بود. یه قدم جلوتر اومد، دستشو رو شونه های ما گذاشت و گفت نگفتی دخترم 5مین بار من برای پسرم خواستگاری میکنم. بهش چی جواب میدی؟ سرمو بالا گرفتم. آروم به دست عمو که روی شونم بود بوسه زدم و گفتم بزرگترا که صاحب اختیارن، اما هنوز 7 بار نشده. عمو شونه هاشو بالا داد و گفت سالار من زورمو زدم ولی فقط 2 بار مونده. جلو اومد، پیشونیمو بوسید و رفت. امیر نفس عمیقی کشید و گفت خیس عرق شدم. شب بخیر، من هنوزم عقب نکشیدم. داشت میرفت که مچ دستشو گرفتم. به طرفم چرخید و گفتم 1000 بارم به دنیا بیام فقط عاشق تو میشم. قلبم یه جوری شده از روزی که سالارشو پیدا کرده. هر روز و هر ثانیه که بگذره بیشتر از قبل دوست دارم. بیشتر از هر کسی. همه هم بگن انتخاب بدی، من میگم همه اشتباه میکنن. خودم هم هنوز تو شوک این عشقم. امیر یه بادی به قبقب انداخت و گفت جواب مثبت بده، منو پیر نکن. بینیمو جمع کردم و با حالت شیطنت بار گفتم پیریتم دوست دارم، بد اخلاقیاتم دوست دارم، اون اخمت و ابرواتم دوست دارم. سرشو تکون داد و گفت فردا میبینمت، شبت بخیر. رفتم تو اتاق. سمیرا پسرشو خوابونده بود و گفت اینقدر دستشویی داشتی یا دستشویی بهونه بود؟ ماهی دمر خوابیده بود و گفت دستشویی بهونه بود برای بوسیدن یار و شب بخیر گفتن. به 6 قره رفتم و گفتم از سمیرا خجالت بکش. چرخید، به پشت شد و گفت من که خجالت نمیکشم. اینقدر سلیمانو دوست دارم که اصلا نخوام از کسی خجالت بکشم. الان گلی حال منو میفهمه. رد عشق چیه؟ ماهی حق داشت. لباسم بوی سالار رو گرفته بود. خیلی زود خوابیدیم. فرداش قرار بود عقد کنن. از اول صبح اتاق آماده میکردن. لباس عروس ماهی رو آورده بودن تو اتاقمون بود. چقدر قشنگ بود. پفدار و تورتوری. تاجش خیلی بزرگ بود و نگینای روش برق میزد. سمیرا و ماهی رفته بودن آرایشگاه تا برای عقد آماده بشه. دستی به دامن عروس کشیدم و گفتم خدای قسمتم کن کنار سالار پیر بشم. لباسه رو تنم کردم و از پشت با دست نگهش داشتم. تو آینه به خودم نگاه میکردم. با اینکه من بزرگتر بودم اما انگار دوقلو بودیم و ماهی همسایزم بود. موامو بالا بستم و تاجو بین موام گذاشتم. تو آینه به خودم گفتم گلی خانوم آیا وکیلم شما رو به عقد امیر سالار در بیارم؟ دستای سالار دور کمرم پیچیده شد و از تو آینه نگاهم کرد. اول شوکه شدم اما بعد اخم کردم و گفتم تو انگار موشی لای در و دیوار زندگی میکنی. چطور انقدر آروم میای که اصلا کسی نمیفهمه؟ سرشونم و بوسید و آروم همونطور که زیپو بالا میکشید گفت حالا جواب ندادی، وکیلم؟ خجالت زده از این که زیپ باز بود لبمو گزیدم و گفتم نه خیر وکیل نیستی آقا. اخماش رفت تو هم و گفت اینم شد 6 بار. یه نفس عمیق کشیدم و دستاشو نوازش کردم و گفتم 7میش کی میرسه که عجیب چشم به راهم. گفت تو همین الانش هم مال منی. تو آینه به هم نگاه کردیم که رباب سرفه‌ای کرد و گفت آقا آشپز اومده دنبالتون میگرده. سالار خیلی جدی ازم فاصله گرفت و گفت بگو بره آشپزخونه اومدم. خندیدم. بعد از رفتن رباب گفتم من قربون اون خجالت کشیدنت. ابروشو بالا داد و گفت چیزایی که تو کل عمرم هم ندیدم دارم میبینم.
الان کل عمارت میپیچه. جلو رفتم، دستامو دورش پیچیدم و گفتم بذار بگن، بذار آوازه عشق من و تو به گوش همه برسه. ازم فاصله گرفت و گفت خیلی این لباس بهت میاد. چرخیدم و گفتم خب عروس تو هم دیگه. با یه محبتی دستی به صورتم کشید و گفت خدا رو شکر که عاشقت شدم، کاش که خیلی قبلتر میدیدمت. اخ میکردم و گفتم خب موقع که یه دختر بچه بودم. خندید و گفت مراقب خودت باش که خیلی کار داریم. سالار بیرون رفت و من لباسامو عوض کردم. لباس عروس ماهی رو سر جاش میذاشتم که رباب برگشت داخل و گفت بیا ببین چه خبره. به طرفش چرخیدم و گفتم چه خبره؟ مهمونا اومدن، مدام میخوام بدونن چطور شده، چی شده که سالار خان از تو خواستگاری کرده. میگن واقعا قراره 7 بار خواستگاری کنه؟ به رباب اشاره کردم. زیپ پیراهنم رو بست و همونطور که میرفتم بیرون گفتم 6 بارش خواستگاری کرده. هنوز تو چارچوب در بودم که رباب دستم رو گرفت و دقیق نگاهم کرد و گفت گلی جان میخوای جواب مثبت بدی دیگه؟ یه نفس عمیقی کشیدم و گفتم این نفسای منو میبینی؟ امیر سالار برام همینقدر عزیزه. رفتم تو اتاق مهمون. سفره عقد چیده شده بود. به حرمت پدرم که تازه فوت شده بود دایره نمی زدن و همه فقط نشسته بودن. با ورودم همه نگاه ها به سمت من اومد و من یه بادی تو قبقبم انداختم و با غرور راه می رفتم. کنار زنمون نشستم و منتظر ماهی بودیم که از آرایشگاه بیاد. سمیرا کنارش نشسته بود و خیالم راحت بود. یکی از زنای تو مجلس گفت خانومی برازندته گلفام خانوم. راستی خان 7 بار ازت باید خواستگاری کنه؟ چقدر برای همه تعجب بار بود و همونطور که پای چپم و روی پای راستم مینداختم گفتم 6 بارش خواستگاری کرده. پذیرایی می شدن و از من چشم بر نمی داشتن. صدای کل کشیدن سمیرا اومد و ماهی رو با لباس عروس آورد داخل. زنمو بلند شد و دور سرش تخم مرغ شکست و از پنجره پرتاب کرد بیرون و گفت 1000 ماشاءالله. واقعا ماهی خوشگل شده بود. سمیرا دست میزد و کل میکشید و بقیه وقتی دیدن سمیرا دست میزنه اونا هم دست زدن. سمیرا با گوشه لباسش اشکشو پاک کرد و گفت پدرم همیشه آدم شادی بود، پس حالا هم باید شادی کرد. ماهی رفت تو جایگاه و سلیمان با کت و شلوار اومد کنارش. چه خنده‌دار بود. پاهای لخت زنا بیرون و به خاطر اومدن حاج آقا روسری رو سرشون مینداختن. حاجی خلیل و عمو هم همراهش اومدن و روی صندلی ها نشستن. چادری که براش بریده بودن رو به سرش انداختن و ماهی از زیر اون چادر داشت آروم آروم قرآن میخوند. سالار یه یالا گفت و اومد داخل. واقعا دلربا بود. نمیشد از اون جذبه توی نگاهش دل کند. پلک هم نمیزد و بهش خیره بودم. اون تمام من بود. سهم من از این دنیا بود. ناصرخان مهریه رو تعیین کرد و با ذکر صلوات حاجی خواست شروع کنه که امیرسال صداشو صاف کرد و گفت حاج آقا مهلت میدی؟ همه بهش خیره بودن و جلو اومد و روبرون که رسید دستشو بالا آورد. یه حلقه تو دستش بود و گفت حاضری بقیه عمرتو با من بگذرونی؟ اینم از 7 خواستگاری. لبخند رو لبام نشست و گفتم چرا نخوام؟ بخوامم نمیتونم ازش دل بکنم. میخوام همه بدونن که گلفام چقدر امیر سالار و خان بزرگ و دوست داره. دوستای عزیزم، اگر تا اینجای این داستان دوست داشتین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب کردن کانال منو حمایت کنین و دعوتتون میکنم که قسمت بعدی این داستان جذاب و شنیدنی رو دنبال کنین.